تعدادشان زیاد نبود، اما در کافه کتابی جمع شده بودند تا از روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی تجلیل کنند. هر کجا می نگرم مجلس سهراب کشیست. اینجا کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل است. روز بزرگداشت فردوسی بهانه‌ای شده تا شاعران جوان نیز علاوه بر سروده های خود اشعاری را قرائت کنند. با خطر تا آن بخارا لهجه شیرین دری، از رستم پیروز همین بس که بپرسند، از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟ زبان و لهجه من فارسی است. علاوه بر شاهنامه خوانی، تعدادی از نویسندگان و شاهنامه پژوهان نیز در این محفل از نقش فردوسی در حفظ زبان فارسی گفتند. جایگاه فردوسی و شاهنامه‌اش در زبان و ادبیات فارسی بسیار بلند و کلان است و ما هرچی که برایش گپ بزنیم و هرچی که بگوییم کم گفتیم. جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد. فردوسی نه فقط برای نجات زبان فارسی که برای نجات روح یک ملت حماسه نوشت و در این راه زن را نادیده نگرفت. شخصیت‌های بزرگی همچون فردوسی پیوند ناگسستنی بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاد کردند. شخصیت‌هایی که ریشه در تاریخ مشترک مردمان ایران و افغانستان دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.